شرکت ماهور برق پولاد غرب در زمینه کاربری سازی و خدمات خمکاری و برشکاری انواع ورق سیاه فابریک فولاد مبارکه از 3 الی 20 میل ضخامت مشغول به فعالیت می باشد. در این شرکت خدماتی در جهت ورق‌های فولادی مبارکه خم و برش شده در انواع سایزهای مختلف ضمن تأمین داخلی جهت مصارف کارگاهی شرکت و نیز عملیات جهت تأمین مصرف مورد نیاز بازار کاربری سازی و تولید و ارائه انواع اتاق‌های باری و کمپرسی انجام می‌گیرد. فعالیت عمده دیگر این شرکت در زمینه طراحی و ساخت انواع کاربری‌های کمپرسی، باری، مسقف فلزی، چادری و انواع تریلی 3 محور، لبه و انواع کاربری‌های باری، کشاورزی با دستگاه‌های تمام اتوماتیک خم و برشکاری و CNC مشغول به فعالیت می‌باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر کلمه ورق رو برام کامنت